مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون این که اصل آزادی بیان در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه بود و همچنین ارتباط به تواضع سیدنا عمر اشاره داشتیم. حالا همانطوری که از تواضع سیدنا عمر که از مهمترین ویژگی های سیدنا عمر بود، حالا میپردازیم به بخش های دیگری که از مهمترین ویژگی های سیدنا عمر به شمار میرفت و میرود. اولا چیز واضح و مسلم است که ایمان سیدنا عمر به الله سبحانه و تعالی و به روز آخرت محور اصلی زندگی فاروق اعظم را تشکیل میداد. یعنی تمام هم و غم سیدنا عمر این بود که چگونه رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست بیاورد و چگونه عامل به قول خدا و پیامبر باشد. از مهمترین ویژگی های سیدنا عمر ترس سیدنا عمر از خداوند و محاسبه با نفس. سیدنا عمر از الله سبحانه و تعالی خیلی میترسید. یک نفر به زبان میگوید من از الله میترسم، ولی سیدنا عمر با عمل ثابت میکرد که در حقیقت از الله میترسید و نفس خیش را هر لحظه محاسبه میکرد که ای نفس میتوانی به پیشگاه الله جواب بدی؟ سیدنا عمر آتش را روشن میکرد و دست خود را بر بالای آتش قرار میداد و حرارت آتش را حس میکرد و بعد میگفت که آیا طاقت این آتش دنیا را دارید؟
پس متوجه باش که آتش آخرت خیلی سخت‌تر و داغ‌تر از این آتش دنیاست. همیشه سیدنا عمر رضی الله عنه از قبر و از حشر و از جهنم یاد میکرد و میگفت متوجه باشید که تنوری است از آهن و بسیار عمیق و داغ. دیگران را متوجه می ساخت. تشبیه میزد جهنم را، میگفت تنوری است از آهن عمیق و داغ. و اینکه بارها و بارها شنیدیم که سیدنا عمر میگفت که حاسبوا قبل ان تحاسبوا، شما حساب بکنید در دنیا، با نفس خود محاسبه کنید پیش از اینکه با شما محاسبه شود. خوف سیدنا عمر، اگر ما بخواهیم ارتباط به خوف سیدنا عمر که چقدر از الله سبحانه و تعالی بود، نمی شود با این 1 جلسه و 2 جلسه و 10 جلسه. ما اگر از عدالت سیدنا عمر صحبت می کنیم، او خوف سیدنا عمر را از الله سبحانه و تعالی نشان می دهد. سیدنا عمر از الله می ترسید که عدالت می کرد. سیدنا عمر از الله می ترسید که دست یتیم و بیوزن و فقیر و بیچاره و درمانده را می گرفت. حکام امروزی از الله نمی ترسند. حکام امروزی جهنم و حشر را فراموش کردن که امروز ملتها را به ظلم و به ستم و به ویرانی می کشانند. سیدنا عمر از شدت ترس خدا همواره خود را محاسبه می کرد و فکر می کرد که اگر در حق کسی کوتاهی کرده باشه او را طلب می کرد و برایش می گفت که بیا در دنیا حق خود را بگیر. نمونه های زیادی داریم. سیدنا عمر در جلسه نشسته بود، گفتگو می کرد، کسی وارد شد میخواست چیزی بگه، سیدنا عمر با شلاق زد او را. بعد از لحظاتی سیدنا عمر او را خواست، شلاق داد، گفت که بزن مرا. یا امیر المؤمنین، من شما را بزنم؟ بزن. چرا من تو را زدم؟ بزن که من طاقت عذاب خدا را در قیامت ندارم. یا بزن یا مرا ببخش. او شخص میگه ای امیر المؤمنین، من شما را بخشیدم. 1 شلاق. اما اینهایی که سر ملت ها ظلم میکنن، سر ملت ها ستم دارن و هر روز شلاق های ظالمانه اکثر حکام امروزی بر ملت هایشان پایین می آید، اینها در حشر چی جواب میدن؟ سیدنا عمر از 1 شلاق که به رعیتش از دستش خورده بود او را صدا می کند که بیا از من انتقام بگیر و یا مرا ببخش و او سیدنا عمر را می بخشد. سیدنا علی رضی الله عنه میگوید روزی دیدم که امیر المؤمنین عمر فاروق بر شتر سوار است و دوان دوان جایی می رود. سیدنا علی رضی الله عنه صدا می کند ای عمر، کجا می روی؟ به این حالت تیز و تند و اینها کجا روان هستی؟ سیدنا عمر می گوید که ای ابا حسن، ای ابو الحسن، شتر از شتران بیت المال مفقود شده، دنبال او میگردم.
خود امیر المؤمنین دنبال شتر که او مال بیت المال هست میگرده. سیدنا علی رضی الله عنه میگوید که گفتم به خدا سوگند که خلفای بعد از خود را به مشقت انداختی. تو اینقدر کارها میکنی که بعد از تو هر کس خلیفه بشه در مشقت میفته. سیدنا عمر گفت ای ابوالحسن مرا ملامت نکن، به خدا سوگند اگر در آن سوی، یعنی در آن سوی فرات، یعنی در سرحدات عراق، در گوشه از گوشه هایی که زیر پرچم خلافت اسلامی و خلفاء الراشدین و زیر سیطره عمر خلاصه قرار دارد، اگر در آن سوی فرات بچه شتری بمیرد روز قیامت حسابش از عمر گرفته می شود. الله اکبر. اگر در گوشه ای از گوشه های که در زیر خلافت عمر هست بچه شتری بمیرد، در زیر نظام های امروزی انسان ها میمیرن کسی نیست که پرسان کند. کجایی ای فاروق اعظم که وضعیت امت اسلامی امروز مشاهده کنید؟ تو میگویید اگر بچه شتری بمیرد عمر بازخواست می شود، ولی امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی روزانه انسانها به خاک و خون کشیده می شوند، ولی زعما و مسئولین حتی چهرهشان هم تغییر نمی یابد. این خوف سیدنا عمر از الله سبحانه و تعالی، ده ها و صدها نمونه دیگر که از خوف سیدنا عمر که بعدها باز در لابلای برنامه های اشاره میشه. گریه سیدنا عمر، اشک ریختاندن سیدنا عمر، از نمازهای شب سیدنا عمر، از اینکه سیدنا عمر نیمه های شب به کوچه ها میگذشت. چه چیز سیدنا عمر را در نیمه شب به کوچه ها روان میکرد؟ خوف خدا بود. چه چیز سیدنا عمر را به دسترخوان یتیم و بیوزن می نشاند؟ خوف خدا بود. چه چیز سیدنا عمر را به کنار فقیر و مستضعفین قرار میداد؟ خوف خدا و خشیت الهی در دل سیدنا عمر. پس ترس از خدا و محاسبه با نفس از مهمترین ویژگی های سیدنا عمر. دوم، از مهمترین ویژگی های سیدنا عمر بی‌رغبتی سیدنا عمر از دنیا. چون سیدنا عمر دنیا را می شناخت. سیدنا عمر در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم و در کنار ابوبکر صدیق رشد کرده بود. سیدنا عمر دنیا و حقیقت دنیا را خوب میدانست و رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده بود که با دنیا چگونه برخورد میکنن. سیدنا عمر وقتی که با لذائذ دنیا روبرو میشد از لذائذ دنیا استفاده نمی کرد و می گفت سیدنا عمر که ما از دیگران خوردن غذاهای گرم و لذیذ را بهترتر می دانیم. خیلی مهمه. سیدنا عمر
میگفتن ما هم میتوانیم از لذتهای دنیا استفاده کنیم، از لذائذ دنیا استفاده کنیم، ولی میگذاریم که بر لذائذ آخرت افزوده شود. سیدنا عمر میدانست که این دنیا متاع غروری بیش نیست. سیدنا عمر میدانست که و ما الحیات الدنیا الا له و لعب. سیدنا عمر میدانست که این دنیا یک وسیله هست که انسان باید خود را به آخرت برساند و از این دنیا فقط به آبادی آخرت انسان تلاش کند. پس بی‌رغبتی سیدنا عمر نسبت به دنیا و اینکه سیدنا عمر از این دنیا چگونه استفاده می کرد و چگونه توجهی نسبت به دنیا داشت، بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. با ما باشید. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث ما پیرامون مهمترین ویژگی های سیدنا عمر رضی الله عنه است. گفتیم که از جمله مهمترین ویژگی های سیدنا عمر خوف الله سبحانه و تعالی و محاسبه با نفس و دیگر اینکه بی‌رغبتی نسبت به دنیا. سیدنا عمر رضی الله عنه هیچ توجه به این دنیای فریبنده نداشت. از این که میگم هیچ توجه نداشت یعنی هیچ محبت دنیا در دل سیدنا عمر نبود. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که از اونها پرسان کردند که شما چرا از این لذائذ دنیا، لذتهای دنیا شما استفاده نمی کنید، میفرمایند ما این لذتها را به آن روزی گذاشتیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید یوم ترونها تذهل كل مرضعة الله اکبر یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت تدعو. در آن روزی که چنان وحشت هست که زنهایی که اگر طفل شیرخوار داشته باشند متوجه آنها نمی شوند. در آن روزی که همه وحشت هست، در آن روزی که زلزله هست، ان زلزله الساعة شیء عظیم، در آن روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. ما سیدنا عمر میفرمایند ما گذاشتیم که در آن روز لذت ببریم. سیدنا عمر رضی الله عنه بسیار به سادگی زندگی میکردن و در حقیقت دانسته بودن که این دنیا باید انسان که عابر السبیل زندگی کند، مثل یک مسافر. سیدنا عمر به حقیقت به این عمل نمودن.
دیگر از مهمترین ویژگی های سیدنا عمر تقوای سیدنا عمر. من اینها رو فقط فهرستوار بیان می کنم. اگر بخوایم خوف سیدنا عمر را، اگر بخوایم بی‌رغبتی سیدنا عمر نسبت به دنیا، خود اینها ساعتها بحث دارد. فقط به این واسطه که یک انگیزه به ما باشه که ما هم قدم بزنیم به راه بزرگانی که قدم زدن و رضایت الله را از آن خود کردن. تقوای سیدنا عمر. سیدنا عمر رضی الله عنه کوشش میکردن تا بتوانن از مال بیت المال چیزی استفاده نکنن، چیزی نخورن. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که غذای دیگران را میگذاشتن که از مال بیت المال بود استفاده میکردن و خودشان از مال شخصی خود غذا میخوردن، در حالی که هیچ اشکالی نداشت سیدنا عمر از او مال بیت المال در کنار دیگران می نشستن غذا می خوردن، اما باز هم از آنچه که سیدنا عمر را به شک و به تشویش می انداخت خودداری می کردن. این تقوای سیدنا عمر هست، این تقوای فاروق اعظم هست که حتی غذا خوردن را از مال بیت المال برای خود اجازه نمی دادن. روزی سیدنا عمر رضی الله عنه مریض می شوند. یکی از اطباء برای سیدنا عمر می گوید که شما از عسل استفاده کنید، ولی در خانه سیدنا عمر عسل نیست، در خانه امیر المؤمنین عسل نیست. سیدنا عمر وقتی که پرسان میکنن میگن که در بیت المال مسلمین عسل هست، اگر میخواهید برای شما آماده کنیم. سیدنا عمر بلند میشوند به منبر و برای مردم خطبه میدهند و میگویند که ای کسانی که شما اهل مشورت هستید، ای کسانی که شما نماینده دیگران هستید، یکی از اطباء به من گفته عسل استفاده کن، آیا شما اجازه می دهید من از بیت المال به قدر ضرورت عسل بردارم و استفاده کنم؟ الله اکبر، الله اکبر. فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بدون اجازه مسلمین از عسلی که در بیت المال هست استفاده نمی کند. او هم به قدر ضرورت، او هم به عنوان یک تداوی و دوا. اهل مسجد، کسانی که حضور داشتن، همه به گریه می افتند، همه گریه می کنند که یا امیر المؤمنین این چه موضوعی است که شما مطرح می کنید؟ شما مریض هستید، باید استفاده کنید. همه با هم دیگر این حرف را میزنند که امیر المؤمنین خلفای بعد از خود را به مشقت انداخت. اونهایی که بعد از فاروق اعظم به مسند خلافت می نشینند، کار اونها را به مشقت انداخت. لحظه فکر کنید، این تقوای سیدنا عمر هست. روزی غلام سیدنا عمر می رود که شتر را بدوشد، می بیند که بچه شتر شیر شتر را همه را نوشیده و می رود از شتران بیت المال از یک شتر شیرش را می دوشد و می آورد گلاسی از اون شیر به سیدنا عمر می دهد.
سیدنا عمر وقتی که شیر را تناول میکنن، می نوشن، میبینن که طعمش و مزه‌اش نسبت به شیرهای که هر روز استفاده میکردن فرق میکنه. غلام را صدا میکنن که این شیر را از کجا آوردی؟ غلام کل قضیه را میگوید شطوری که تعلق به خود شما داشت، جوجه اش یا بچه اش شیرش را نوشیده بود، من از یکی از شتران بیت المال دوشیدم و آوردم و برای شما دادم. سیدنا عمر عصبانی می شود، حتی با این عبارت می گوید که ای غلام بر شکم عمر آتش کردید، آتش را آوردید بر شکم عمر قرار دادید. چگونه عمر از شیر شتر که تعلق به همه امت اسلامی داره او استفاده کنه؟ سیدنا عمر همه را جمع می کنن و این موضوع را برایشان بیان می کنن که امروز عمر نفهمیده و ندانسته از شیر شتران بیت المال استفاده کرده، شما او را ببخشید، شما او را حلال کنید. الله اکبر، الله اکبر. سیدنا عمر اشتباهاً شیر می نوشه، از ملت خود معذرت خواهی میکنه. آی تو کسی که امروز از پول ملت، از مال بیت المال به خود آرگاه و بارگاه میسازی، در حقیقت دنیای خود آباد کردید ولی آخرت خود را ویران ساختید. تو کسی که از مال بیت المال امروز فربه و چاق شدید، این گوشتی که رشد کرده به مال بیت المال و حق ملت را خوردید، جز اینکه یا از ملت معذرت بخواهید که تو را ببخشد یا مگر اونها به آتش جهنم پاک بشه. سیدنا عمر یک گلاس شیر، سیدنا عمر یک اندازه از عسلی که او هم به قدر ضرورت از مال بیت المال استفاده نمی کند و شیر اشتباهاً می نوشه، از رعیت خود طلب عفو می کنه. برادر عزیز و بزرگوار، وقتی من و تو میگیم سیدنا عمر را دوست داریم، سیدنا عمر به سادگی خلیفه دوم اسلام نمی شود. خداوند در وجود سیدنا عمر یک چیز دیده بوده، خدا ترسی سیدنا عمر، تقوای سیدنا عمر، عدل و عدالت سیدنا عمر، که الله سبحانه و تعالی به سیدنا عمر اینقدر جاه و مقام و منزلت میدهد. این زهد و تقوا و پرهیزگاری سیدنا عمر رضی الله عنه. پس وظیفه من و تو چیست وقتی اینها را میشنویم؟ وظیفه من و تو این هست که باید اینها را برسانیم به گوش او اشخاصی که امروز به صفت امین مال بیت المال به دست اونها قرار گرفته. باید اونها را متوجه بسازیم که سیدنا عمر برای غلام میگه آتش را تو در شکم من قرار دادی. یعنی مال بیت المال کسی که حیف و میل میکنه و مال بیت المال ضایع میکنه، در حقیقت آتش جهنم را برای خود آماده کرده است. الله سبحانه و تعالی بر همه ما از او خوف و ترسی که سیدنا عمر داشت از الله، از او بی‌رغبتی که نسبت به دنیا داشت سیدنا عمر، و از او زهد و تقوایی که سیدنا عمر داشت، الله برای همه ما عنایت بفرماید که ما هم خوف الهی را در دل داشته باشیم، نسبت به دنیا بی‌رغبت باشیم
و همچنین الله ما را از زمره متقین بگرداند. باز هم ادامه برنامه مهمترین ویژگی های سیدنا عمر هست که در جلسه بعدی ان شاء الله باذن الله بیان خواهد شد. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.